بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدتی پیش، یعنی حدود چند ماه قبل، دولت اسلامی یک خلبان اردنی که مسلمان‌ها رو بمباران میکرد و مسلمان‌ها رو میسوزوند زیر بمباران خودش، دولت اسلامی این شخص رو آورد و در یک قفس اینو سوزاند که بعضی از کفار و حتی میتونم بگم قسمتی از مسلمان‌ها شروع کردن به پخش کردن شبهه که سوزاندن در اسلام وجود ندارد. حالا ما هم مطالبی در این زمینه بحث میکنیم که آیا در بین اصحاب پیامبر و در بین سلف صالح مسئله سوزاندن چه حکمی داره؟ وقتی که گروهی از طرفداران عبدالله ابن سبع حمیری لعنه الله نزد امام علی آمدند، یکی از آنها به امام علی گفت تو همان هستی. امام علی رضی الله عنه به او گفت منظورت کیست؟ گفت منظورم الله است، یعنی تو همان الله هستی. امام علی این صحبت را بسیار عظیم دانست، در نتیجه دستور داد که آتشی برپا شود و آنها را با آتش سوزاند و فرمود آتش برپا شد و قنبر که برده آزاد شده امام علی بود را سرپرست سوزاندن آنها کردند. امام علی یکی از خلفای راشدین این گروه را با آتش سوزاند. ابن کثیر در کتاب تاریخش می‌فرماید خالد ابن ولید مالک ابن نویره را طلب کرد و او را از متابعتش با سجاح و ممانعتش از دادن زکات آگاه گردانید و به او فرمود آیا نمیدانی که زکات قرین و همسان نماز آمده است؟ مالک گفت به راستی دوست شما اینطور فکر می‌کند، یعنی گمراهی خودش را تایید کرد. خالد رضی الله عنه فرمود طوری صحبت می‌کنی که انگار دوست ماست و دوست تو نیست. منظورش رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم. ای کسی که در ضرر هستی. و فرمود گردنش را بزنید و گردنش زده شد و دستور داد تا سرش را با 2 سنگ دیگر زیر دیگ قرار دهند و زیر آن را روشن کنند. و خالد رضی الله عنه همان شب از غذای داخل دیگ خورد تا به وسیله این کار اعراب از دین برگشته و کفار دیگر را بترسانند و می گفتند موی سرش برای پختن دیگ مورد استفاده قرار گرفت، ولی به خاطر زیادیش به طور کامل از بین نرفت. ابو قتاده رضی الله عنه خالد بن ولید رضی الله عنه را مورد نکوهش قرار داد تا اینکه از این جریان نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه شکایت کرد. امام عمر کمی با ابو قتاده صحبت کرد، سپس به امام ابوبکر فرمود خالد را عزل کن چون شمشیرش دچار ظلم و ستم می شود. ابوبکر رضی الله عنه فرمود شمشیری را که خدا بر علیه کفار کشیده غلاف نمی کنم، یعنی خالد بن ولید شمشیر خدا می باشد و من او را هیچ وقت برکنار نمی کنم. این هم در بدایه و نهایه جلد 6 صفحه 355 آمده. بعد از ابوبکر عمر رضی الله عنه خالد را برکنار کرد. امام عمر وقتی دید که چه اتفاقاتی بین دشمنان و کتیبه های مسلمانان به فرماندهی ابو عبیده جراح افتاده است، فرمود رحمت خدا بر ابوبکر باد که از من بهتر مردان را می شناخت، یعنی اینکه خالد بن ولید فرمانده او بود بهتر بود تا اینکه امروز من ابو عبیده جراح را فرمانده کردم. و سیف الله ابی سلیمان رضی الله عنه که اسم دیگر خالد بن ولید بود، در فن ترساندن به روش اسلامی استاد بود و مدرسه اش بعد فوت پیامبر صلی الله علیه و سلم برپا ماند. در حملات جنگی و جولانهای عسکری استاد رعب بود. نقشه های زیرکانه و موفق بود و اسلوب های دقیق و نفیس جنگی را خوب می شناخت. خالد بن ولید رضی الله عنه همان کسی بود که در جنگ الیس، همانطور که در بدایه و نهایه ابن کثیر آمده است، فرمود خدایا به تو عهد می دهم اگر ما را بر آنها مسلط کنی هر کدام از آنها را که بتوانم خواهم کشت و از خونشان نهر جاری می کنم. در وقت جنگ منادی خالد رضی الله عنه با صدای بلند فریاد میزد حتما آنها را دستگیر کنید و اگر کسی امتناع کرد او را بکشید. سوار نظامه های خالد آنها را به صورت گروهی جمع کردند و خالد ابن ولید مردانی را برای زدن گردنهایشان انتخاب کرد. هر کدام از آنها را که می آوردن گردنش به داخل نهر زده می شد. آب را به سوی دیگر بردن تا از خون جنازه ها نهر جاری
کنند ولی این کار برای آنها جابجا نشد. بعضی از امرا گفتند ای خالد اگر میخواهی قسم و عهدت به جا بیاید باید کاری کنی که آب با خون جاری شود و نهر خون درست شود و خالد هم همین کار را کرد. رودی از خون گرم جاری شد و به همین خاطر تا به امروز آن را نهر الدم مینامند. آسیاب‌های متحرک خالد 3 روز از همین جاری شدن آب و خون انرژی خودش را تأمین کرد. 3 روز لشکر مشغول کشتن آنها بود تا بالاخره عدد کشته ها به 70,000 تن رسید. معرکه الیس همان معرکه است که ابوبکر رضی الله عنه در مورد آن فرمود ای مردم قریش به راستی شیر شما خالد بن ولید بر شیر دشمن حمله کرد و بر او غالب شد و گوشت بدنش را تکه تکه کرد و این را بدانید که زنان عاجزند از این که کسی مثل خالد بن ولید را به دنیا بیاورند. نتیجه این کارهای خالد رضی الله عنه و رعباوری‌هایش این بود که روزی اوکیدر ابن عبدالملک در روز دومت الجندل به قومش گفت من خالد را بهتر از مردم میشناسم، هیچ کس در جنگ از خالد در امان نخواهد بود و هیچ چی از او برنده تر نیست. برای خالد فرق نمی کند مقابلش زیاد باشد یا کم باشد، او را شکست میدهد. پس از من اطاعت کنید و با خالد صلح کنید. کتاب‌های فقه و حدیث نیز مسئله سوزاندن کافر را در قسمت باب جهاد و سیر کتاب‌های فقه و حدیث و نیز در مسئله سوزاندن کافر را در قسمت و باب جهاد و سیر آورده‌اند. در نیل الاوتار امام شوکانی آمده است باب امتناع کردن. کتاب‌های فقه و حدیث نیز مسئله سوزاندن کافر را در قسمت و باب جهاد و سیر آورده‌اند. در نیل الاوتار امام شوکانی آمده است باب امتناع از مسله کردن و آتش زدن و قطع درختان و نابودی آبادانی ها مگر در وقت احتیاج یا مصلحت، یعنی اگر احتیاج و مصلحت بود می توانی کسی را بسوزانی یا درختی را قطع کنی. شرحی بر حدیث ابی هریره پیامبر خدا حدیثی وجود دارد که می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به عنوان سریه جنگی فرستاد و فرمود اگر فلانی و فلانی را یافتید آنها را بسوزانید. سپس وقتی خواستیم حرکت کنیم فرمود من به شما گفتم فلانی و فلانی را بسوزانید، در حالی که غیر از خدا کسی نمی‌سوزاند. پس اگر آنها را یافتید فقط بکشیدشان. رواه احمد و بخاری و ابو داود و ترمذی. امام شوکانی می‌فرماید غیر از خدا کسی با آتش نمی‌سوزاند. این نهی است در حالت خبر. در بین سلف در سوزاندن اختلاف وجود دارد. امام عمر و ابن عباس و غیر این 2 نفر رضی الله عنهم در هر حالتی آن را مکروه می‌دانند، هرچند سبب آن کفر یا قصاص یا در وقت جنگ باشد. ولی امام علی و خالد بن ولید و غیر این 2 نفر رضی الله عنهم اجمعین آن را جایز می‌دانند. در کتاب الحدود نیل الاوتار امام شوکانی آمده است امام بیهقی نقل می‌کند که ابوبکر صدیق مردم را جمع کرد و در مورد مرد لواطکار که مثل زن با او نزدیکی می شود از اصحاب سوال کرد. شدیدترین قول از آن امام علی رضی الله عنه بود که فرمود این عمل را غیر از امتی که میدانید هیچ امتی دیگری انجام نداده است. رأی من این است که او را بسوزانید و اصحاب نیز بر سوختن همچین کسی اجتماع کردند. سپس ابوبکر صدیق به خالد بن ولید نامه نوشت و به او امر کرد که او را بسوزاند. منظور اجتماع است نه اجماع مصطلحی. امام شوکانی می‌فرماید در سند یکی از این روایت ها ارسال وجود دارد، ولی از طریق دیگر از جعفر ابن محمد از پدرش از علی روایت شده است که فرمود او را رجم کنید و با آتش بسوزانید. نبود اجماع صحابه بر سوزاندن دلیل بر نبود جواز سوزاندن نیست و همچنین در نیل الاوتار به نقل از منذری آمده است ابوبکر و علی و عبدالله ابن زبیر و هشام ابن عبدالملک لواطکار را سوزانده اند. در فتح الباری به نقل از محلب آمده است که نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم از سوزاندن نهی تحریمی نیست بلکه برای تواضع است، چون فعل صحابه تایید کننده سوزاندن است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز چشمان محاربین سارق را به وسیله آهن داغ سرمه کشید و داغ کرد و ابوبکر باغیان را در حضور صحابه سوزاند و خالد بن ولید مردمی از اهل کفر و رده را سوزاند و اکثر علمای مدینه سوزاندن قلعه‌ها و مکانها بر اهلش را جایز می‌دانند و امام نووی و اوزاعی آن را روایت کرده‌اند. در عون المعبود از امام قسطلانی آمده است که عمر و ابن عباس و غیر آنها آن را مکروه می‌دانند و بعضی صحابه های دیگر آن را جایز دیگر می‌دانند. در این مسئله بین صحابه و سلف امت اختلاف وجود داشته است، در حالی که ابوبکر صدیق
در حالی که ابو بکر صدیق امت رضی الله عنه و خلیفه راشد امام علی رضی الله عنهما و جماعتی از صحابه رضی الله عنهم آن را انجام دادند، ولی اجماع بر آن نیست، همانطور که بعضی ها این ادعا را کردند. کاری که مجاهدین در دولت اسلامی انجام دادند فقط نقطه‌ای در مقابل دریای خونی است که آمریکا در طول سالها در عراق انجام داده است و قتل و کشتارهایی که بر سر مسلمانان آورده است، ولی متاسفانه ما هیچ اعتراضی نمی‌کنیم تا وقتی که یک آمریکایی کشته می‌شود. اما وقتی که مسلمانان زیر تانک و بمباران و موشک کشته و سوزانده می‌شوند مثل انسان مرده هیچ اعتراضی نمی‌کنیم. به مجاهدین عراق می‌گوییم اگر شما میسوزانید پس بدانید کارتان مشروع است، چون خلفای امت و صحابه پیامبرتان صلی الله علیه و سلم این کار را کرده‌اند. هر چیز مشروعی که ترس و رعب را در کفار ایجاد کند انجام دهید و هیچ شک و تردیدی در دل راه ندهید. آنها را بترسانید، زمین را زیر پایشان بلرزانید، قلبها را از سینه‌هایشان بیرون بیاورید تا مؤمنان چشمشان روشن شود. و اما اسرای ژاپن به خاطر کمک به آمریکا در جنگ با مسلمانان محارب و حکمش حکم بریتانیا و اسپانیا و استرالیا و دیگر کشورهای حربی می باشد. ژاپن قاتل خودش است، چون بعد از کشتار مسلمانان گوشش بدهکار نبود، پس جایزش اسیرشان کشته شود و سرشان قطع گردد و به اصطلاحات غربی که وارد امت شده مثل مدنی گوش فرا ندهید. این کلمات در وقت مصلحت دعوت و عهد و ذمه و امان اعتبار دارد، نه در وقت قلع و قمع مسلمانان، چون یک سرباز ژاپنی هم مدنی محسوب می شود در اعلام آنها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.